با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانش آموزان عزیز. با قسمت دوم آموزش نیروی اصطکاک در خدمت شما هستم. در ادامه بحثمون در مورد نیروی اصطکاک میخوایم نمودار تغییرات نیروی اصطکاک بر حسب نیروی محرک رو توضیح بدیم. شما فرض بفرمایید که یک جسمی روی سطح افق در حال سکونه، یه نیروی محرکی ما به جسم میخوایم وارد کنیم و این نیروی محرک رو از صفر شروع به افزایشش کنیم. هنگامی که هیچ نیروی محرکی به جسم وارد نمی شود، طبیعتاً نیروی اصطکاکی هم نداریم. الان نمودار ما محور قائمش مربوط به نیروی اصطکاکی که میشه نیروی اصطکاک ایستایی یا جنبشی و محور افق ما مربوط به نیروی محرک موازی سطح. هنگامی که اف محرک ما صفره، طبیعتاً ما نیروی اصطکاک نداریم. وقتی که اف محرک رو با گذشت زمان افزایشش میدیم، به تدریج افزایشش میدیم تا زمانی که جسم ساکنه، نیروی اصطکاک ما نیروی اصطکاک ایستاییه. اینجا اف اس داریم تا زمانی که جسم ما چیه؟ ساکنه. نیروی اصطکاک ایستایی همیشه با نیروی محرک ما برابره. پس وقتی که ما نیروی محرک رو افزایش میدهیم، دقیقاً به همان اندازه نیروی اصطکاک ایستایی ما افزایش پیدا میکنه تا جسم به آستانه حرکت برسه. الان توی این نمودار این خطی که شیب ثابتی دارد تا زمانی اعتبار داره که جسم من چی باشه؟ ساکن باشه. و وقتی که جسم به آستانه حرکت رسید، ما چی داریم؟ ما اف اس ماکسیموم داریم. پس طبیعتاً این زاویه برابر با 45 درجه خواهد شد، چون اف اس با اف محرک چیه؟ برابره. در این نقطه جسم ما به آستانه حرکت میرسه. اینجا جسم در آستانه حرکته. پس این نقطه بالا که یک دایره توپ رو رسم میکنه مربوط به آستانه حرکت. اگر اندکی نیروی محرک رو نسبت به اینجا اف ماکس افزایش بدیم، جسم ما شروع میکنه به حرکت. وقتی جسم شروع کرد به حرکت، اون وقت ما چی خواهیم داشت؟ اون وقت ما اینجا اف کا خواهیم داشت. قبلا گفتیم که اف کا نسبت به اف ماکس یک افتی پیدا میکنه. یک افتی پیدا کرد. معمولا اینطوریه، نه الزاما این شکلی. وقتی که اف کا افت پیدا کرد، چون فرض کردیم که اف کا ثابت میمونه، با افزایش نیروی محرک اف کای ما یک مقدار ثابتی خواهد شد. پس نمودار ما در قسمتی که جسم دیگه حرکت کرد، یک خط راست موازی محور افق خواهد شد. پس توی این قسمت جسم ما ساکنه، جسم ما وی صفره و از این لحظه به بعد دیگه جسم ما ساکن نخواهد بود و یک سرعتی غیر از این خواهد داشت. پس در اینجا ما اف کا داریم. اگر به نمودار دقت بفرمایید، اف کای ما حتی با یکی از اف اس های قبل از حرکت برابره. ببینید بچه‌ها، یک مطلبی که اینجا با دقت بفرمایید این مطلبه. وقتی که جسم ما در آستانه حرکت قرار گرفت، فرض بفرمایید که اف اس ماکسیما باشه برابر با اف اس ماکسیما باشه برابر با 20 نیوتن. پس ما باید به این جسم به اندازه 20 نیوتن نیرو وارد کنیم که این جسم ما در آستانه حرکت قرار بگیره. حالا اگر اندکی ما نیروی محرکمون رو حتی برای لحظه ای افزایش بدیم، جسم ما شروع به حرکت میکنه. وقتی که شروع به حرکت کرد، به ازای همون اف محرک 20 نیوتن، چون نیروی اصطکاک ما نسبت به اف اس ماکس
کاهش پیدا میکنه، نیروی اصطکاک جنبشی ما نسبت به Fs ماکس کاهش پیدا میکنه، فرض بفرمایید که Fk ما میشه 18 نیوتن. پس به ازای همون 20 نیوتنی که جسم در آستانه حرکت قرار گرفته بود، اگر اندکی نیروی محرک زیاد کنیم و این جسم حرکت کند، حرکت از اونجا به بعدش یک حرکت شتابدار خواهد شد. اینجا دیگه شتاب ما برابر صفر نمی شود که اینجا ما میتونیم حتی نیروی محرک رو تا 18 نیوتن کاهش بدیم، ولی باز هم سرعت جسم ما کم نشود. نیروی محرک رو کاهش بدیم برسونیم به 18 نیوتن. Fk ما که به اون نیروی محرک ربطی ندارد میشود 18 نیوتن. جسم ما با یک سرعت ثابتی به حرکت خودش روی سطح افق ادامه خواهد داد. پس دقت بفرمایید که قبل از حرکت و بعد از حرکت یه مقدار بحث متفاوته. الان این Fk'ی که 18 نیوتنه، اینجا Fk'ی که 18 نیوتنه حتی با یکی از Fs های قبل از حرکت هم برابره. یک مطلب دیگه‌ای که میشه در بحث نیروی اصطکاک مطرح کرد که مطلب مهمی هم هست، به این ترتیبه. یه موقع است که در مسئله نوع نیروی اصطکاک مشخص نشده، یعنی مسئله صورتش به ترتیبی که ما متوجه میشیم نیروی اصطکاک داریم، ولی اینکه نیروی اصطکاک ما ایستایی، جنبشی یا جسم در آستانه حرکته معلوم نیست. برای اینکه نوع نیروی اصطکاک رو مشخص کنیم، ابتدا باید ما Fs ماکس رو تعیین کنیم. به این ترتیب که شما فرض بفرمایید که ما یک سطح افقی داریم، البته میتونه برای سطح قائم هم به کار بره. یک سطح افقی داریم، یک جسمی روی این سطح افقی ساکنه، با یک نیروی محرک این جسم کشیده شده. برای اینکه این جسم حرکت کنه طبیعتاً باید نیروی محرک ما از Fs ماکس بزرگتر باشه. پس برای اینکه نوع نیروی اصطکاک رو تعیین کنیم کافیه که ابتدا Fs ماکس رو به دست بیاریم، بعد F محرک رو با Fs ماکس مقایسه کنیم که سه حالت اتفاق میفته. پس شرط حرکت رو میگیم اینه که F محرک از Fs ماکس بزرگتر باشه. پس اگر قرار باشه که حرکت یا عدم حرکتش رو بررسی کنیم، کافیه F محرک با Fs ماکس مقایسه بشه که سه حالت گفتیم پیش میاد. یک حالت اینه که F محرک ما از Fs ماکس بزرگتره، پس طبیعتاً جسم ما حرکت میکنه. دیگه سرعت جسم ما صفر نیست و وقتی که حرکت کرد ما چی داریم؟ ما Fk داریم که Fk می شود موی K ضرب در Fn. یا ممکنه نیروی محرک ما با Fs ماکس برابر باشه. وقتی که نیروی محرک با Fs ماکس برابر باشه جسم ما ساکنه و نیروی اصطکاک ما نیروی اصطکاک ایستاییه که نیروی اصطکاک ایستایی در اینجا همون Fs ماکس ماست. و حالت سومی که ممکنه اتفاق بیفته اینه که F محرک کوچکتر از Fs ماکس باشه. پس به این ترتیب جسم ما حرکت نخواهد کرد. پس نیروی اصطکاک ایستایی داریم که نیروی اصطکاک ایستایی همواره با نیروی محرک موازی سطح برابر خواهد شد. این نکته بسیار مهمیه در مسائل نیروی اصطکاک. پس مجددا تکرار میکنم، اگر در مسئله نوع
نیروی استکاک مشخص نباشد، ابتدا باید Fs ماکس رو محاسبه کنیم و سپس با نیروی محرک وارد بر جسم مقایسه نماییم که این سه حالت رو ما شرح دادیم که ممکن اتفاق بیفته و گفتیم شرط حرکت اینه که F محرک از Fs ماکس بزرگتر باشه. خب بچه ها، تا الان نیروهایی که در موردشون بحث کردیم، دو تا از این نیروها از طرف سطح به جسم وارد شده، یکی نیروی عمودی سطح و یکی نیروی استکاک. یه موقع هست که مسئله از ما نیروی سطح بر جسم رو میخواد. وقتی که نیروی سطح بر جسم رو از ما خواستن، ما باید برآیند نیروهای عمودی سطح و نیروی استکاک رو به عنوان نیروی سطح بر جسم به دست بیاریم. پس نیروی سطح بر جسم که با نماد R نمایش میدیم که این یک کمیت برداریه، برآیند دو نیروی استکاک و نیروی عمودی سطح که از طرف سطح به جسم وارد می شود. خب تو این شکل اگر خوب دقت کنین، فرض کنین که جسم ما داره به این سمت حرکت میکنه یا ممکنه که حرکت نکنه، کشیده میشه و حرکت نمیکنه. پس ما اینجا یه نیروی استکاک داریم که این استکاک ممکنه که استکاک جنبشی یا استکاک چی باشه؟ ایستایی باشه. جهتش رو به سمت چپ کشیدیم با این فرض که جسم ما به سمت راست کشیده بشه یا حرکت کنه. و یک نیروی دیگه‌ای که از طرف سطح به جسم وارد میشه Fn یا نیروی عمودی سطح. وقتی ما میگن که نیروی سطح بر جسم رو به دست بیاریم، طبیعتاً باید برآیند Fn و استکاک رو پیدا کنیم که میشه این نیرو میشود R، نیروی سطح بر جسم. این فلشی که رو پایین کشیده شده در واقع نیروی جسم بر سطح رو نشون میده که میشه قرینه نیروی سطح بر جسم که این رو با آرپرین نمایش میده. خب اگر دستگاه مرجع ما این باشه، میتونیم نیروی سطح بر جسم رو به صورت برداری به این شکل نمایش بدیم. به این شکل میتونیم نیروی سطح بر جسم رو به صورت برداری بر حسب بردارهای یکی آی و جی نمایش بدیم که در اینجا نیروی استکاک ما در خلاف جهت بردار یکی آی، نیروی عمودی سطح ما در جهت بردار یکی جی هست. پس اگر از ما اندازه نیروی سطح بر جسم رو بخوان، پس به این ترتیب از رابطه فیثاغورس استفاده میکنیم، چون نیروی استکاک و نیروی عمودی سطح بر هم عمودن و نیروی آر می شود فیثاغورس استکاک و نیروی عمودی سطح. اینجا تو این شکل گفتیم که آر و آرپرین چی هن؟ قرینه همن. پس بچه حواستون جمع باشه که تو مسئله از ما نیروی سطح بر جسم میخوان یا نیروی جسم بر سطح میخوان. علاوه اندازه با هم برابرن ولی علاوه جهت با هم دیگه مخالفن. گاهن تو مسائل یک زاویه‌ای خواسته میشه، این زاویه که فرض بفرمایید که این زاویه رو من با آلفا نمایش بدم، زاویه بین چیه؟ زاویه بین نیروی سطح بر جسم و سطح. خب این زاویه رو اگر شما دقت بفرمایید از روی این مثلث قائم الزاویه اینجا تانژانتش رو میشه پیدا کرد. پس تانژانت این آلفای ما با توجه به این مثلث قائم الزاویه که حاشیه زدم می شود ضلع مقابل که همون Fn ماست به ضلع مجاور که نیروی استکاک ماست به دست میاد. پس تانژانت آلفای ما می شود نسبت Fn به چی؟ به نیروی استکاک. این ممکنه نیروی استکاک ایستایی باشه یا نیروی استکاک جنبشی باشه بچه. پس از این رابطه ما میتونیم اون آلفا رو به دست بیاریم.
این رابطه دو تا حالت خاص داره. حالت خاصش به این ترتیبه: اگر جسم من در آستانه حرکت باشه، یعنی جسم من کشیده شده ولی حرکت نکرده، منتها در آستانه حرکته، پس مخرج این کسر ما چی خواهد شد؟ مخرج این کسر ما می شود Fs ماکس. پس تانژانت آلفای ما می شود Fn به روی Fs ماکس که Fs ماکسیموم میشه موی S ضرب در Fn با Fn زده میشه و تانژانت آلفای ما میشه 1 روی موی S. پس اگر جسم ما در این وضعیتی که توی شکل نمایش دادیم در آستانه حرکت باشد، تانژانت آلفای ما برابر با 1 روی موی S خواهد شد. ولی اگر جسم در حال حرکت باشد، حالا میخواد چه سرعت ثابت حرکت کنه چه شتاب ثابت حرکت کنه، در حال حرکت باشد، اون وقت تانژانت آلفای ما می شود Fn. وقتی که حرکت کرد دیگه مخرج ما نیروی اصطکاک جنبشیه. این نیروی اصطکاک جنبشی بود موی کا ضرب در Fn ها ساده میشن و تانژانت آلفای ما خواهد شد 1 روی موی کا. پس به این ترتیب اگر جسم ما حرکت کرد، تانژانت آلفا برابر با 1 روی موی کا خواهد شد. پس این برای حالتی که جسم در آستانه حرکت باشه و این برای حالتی که جسم در حال حرکت باشه. ما میتونیم زاویه بین نیروی سطح بر جسم و راستای سطح رو به دست بیاریم. خب بچه‌ها، به پایان قسمت دوم آموزش نیروی اصطکاک از فیزیک 12 رسیدیم. انشالله در قسمت سوم با حل چند تست در خدمت شما خواهم بود. موفق و پیروز باشید.